السلام علیکم دوستان عزیز. من میخواستم بفهمم که در بر کردن طلا، انگشترین، دستمانه یا زیره یگان ثوابیت دارد یا نه؟ دوم، خویش و تباری که خود پسند باشند با آنها چه خیل مناسبت کردن در کار. سوم، بغیر از ماه قربان در ماه دیگر سفر حج کنی چی می شود؟ چهارم، خوردن سیر یعنی چیسناک چی ضرر دارد؟ از شما منت دارم. این برادر 4 سوال کردن. بغیر ماه قربان اگر کدام انسان سفر حج میکند، حج عمرش صحیح می شود، لیکن از حج فرضی واقع نمی شود. یعنی در ماه قربان کسی که اگر حج میکند و حج فرضی هست، لیکن در غیر ماهای قربانم ماها می توانیم که حج کنیم، لیکن حج عمره می شود، حج سنتی می شود که این خیلی عبادتش فرقهای زیاد دارد. یعنی عبادت عمره از عبادت ثواب حج فرضی، از یعنی ادا کردن حج فرضی خیلی فرقهای زیاد دارد. از این خاطر این از حج فرضی گویم در غیر ماه قربان اگر صحیح شد، نه صحیح نمی شود، برای که برای حج فرضی ماهای مخصوص خداوند انا همین ماه را انتخاب کردگی است. خویش و تباری که خود پسند باشند با آنها چگونه مناسبت کردن در کار؟ البته مناسبت خود خوب میکنیم، میبینیم که به قدر ما و شما رسیدن، ما و شما تواضع میکنیم، قدردانیشان میکنیم. اگر که میبینیم که تماما به قدر و قیمت ما که نرسیدن، البته چیکار میکنیم؟ باز رفت و آمد ما نه راهاش میابیم. اگر کنده کنیم، باز اگر زلالها پیدا کی شود، از اون در خویش تباری را کندنش خیلی با در شریعت گناه است. این صله رحم وقتی کنده می شود این هم گناه است. برای همین حدیثی که خواندیم جمعه آینده، هر وقتای میبینید امتهای مرا که تواضع میکنند تواضع کنین، وقتی میبینید امتهای مرا که تکبری میکنند تکبری کنین نسبت آنها. در بر کردن انگشترین، یعنی انشاءالله ما در این باب باز در باب همین خودپسندها و در باب صله رحم اینجا سوال ها آمدگی، باز جواب کامل انشاءالله میگردانم. در بر کردن انگشترین طلا یا دستمانه یا زیره چی ثوابیت دارد؟ یعنی البته ثوابیت ندارد اینها. یعنی برای مرد گرفتن دستمانه، گرفتن انگشترین یا زیره اینا هم حرام هستند. اینا برای زنها جایز هستند که زنها اگر از اینها استفاده برند. بعضی حکمتش هم گفتن که حکمت شمین است که یعنی همه وقت زینت این زن را فقط زیب بنده هست. یعنی این طلا که خودش از جمله همون زینت ها که هست باید که این از زنها استفاده برند. و حتی بعض اشاره های حدیث میگویند که کدام مردی که اگر گردنبند طلا دارد یا چله طلا دارد و آهسته آهسته چی میشود؟ مجازش مثل زنها میشود. یعنی همون خصلت های همون زنم در وجود همین مرد پیدا میشود. و دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که ابن عباس روایت میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى خاتما من ذهب. با یک جوان سلام کردن که دست پیغمبر خدا میگه در انگشتری طلای این جوان رسید. فی ید رجل فنزعه فترحه. حبیب خدا میگه از دست این جوان همون انگشتری را بیرون کردن، فترحه پرتافتنش. و قال، بعد که پرتافتن چی گفتن؟ یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلوها فی یدی. آیا شما میخواهید که پاره از آتش دوزخ در دست خود نگه داره؟ و طرف این جوان گفت. فقیل للرجل،
بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ خاتمک انتفع به. و حبیب خدا میگوید رفت، چله در زمین پرتافتگی. اطراف رفیقاش گفتن، ای برادر، گفت حبیب خدا رفت گیر، گفت چله را از زمین بردار، انتفع به، میلش در دستت نکن، لیکن در یگان کار زندگیت استفاده ببر. این جوان چی گفت؟ این سخن جوان همون جوانهایی که انگشترین دارن یا گردنبند دارن. اگر فکر کنن که همین جوان مردی و همین غیرت است، این غیرت نیست و این جوان مردی نیست. جوان مردی سخن این جوان است که الحال چی گفت به طرف رفیقا؟ والله لا اخذوه ابدا بعد ما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به الله گفت دیگر من این چله را از زمین نمی بردارم بعد آنی که این چله رسول اکرم از دست من بیرون کرد، اینو من دیگر نمی بردارم. گفت این چله طلا داشتن این گناه نیست اگر وای ما در خانه ذخیره مانیم برای یک روزهای بعدمان استفاده بردن، لیکن در دست کردن او یا گردنبندهایی که در گردنها دارن یا ساعتهای طلایی که دارن، اینها را برای مردها استفادهش حرام است، استفاده نکنید. و چهارم سوال کردن خوردن سیر آیا چی ضرر دارد؟ حتی حضرت عمر حکایه میکنند که در بالای منبر حضرت خطبه میخواندند و به تمام مردم میگه در خطبه آگاه کرد که من دیدم که بار پیغمبر خدا نفرانی که پیاز و نفرانی که سیر خورده بودن از مسجد بیرونشان کرد. حضرت عمر گفتند از این خاطر پیغمبرم گفتند من اکل البصل و الثوم و الکراس هم گفتند، یعنی همین چیزهای بدبوی مثل ممکن پودینه باشد، ممکن ترب باشد، اگر اینها را کسی سیر پیاز اینها را خورد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. گفتند پیغمبر خدا که کسی که اگر سیر میخورد پیاز میخورد با این بوی بد اگر مسجد خواهد که آید، حبیب خدا گفتن با این مسجد ما نزدیک نشود، زیرا این که ملائکه ها آزار میابند از بوی بد این، چگونه که یک برادری که در پهلوی او نشستگی است آزار میابند. این اگر در پهلوی شما الحال کسی سیر خورده باشد و از پهلوی وی شما آزار یابید، تصور کنید که ملائکه ها هم از این جوان است یا از آن موی سفید است آزار میابد از این بوی بد. از این خاطر شما وقتی مسجد آمدنی کشیدید اینها را نخورید. پیغمبر خدا را گفتن چگونه استفاده کنیم چسناک و چگونه استفاده کنیم پیاز را؟ گفتن پخته خورید. گفتن یعنی وقتی شما که پختید و بوی بدی وی می رود، در حالت پختگی خورید وی برای شما درست می شود. و تمام آن برادرانی که در برابر این سیر و پیاز مسجدها می آیید، احتیاط کنید که لباس هاتون بوی نکند. انا همین حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود برای تمام آن کسانی که یعنی جورابهای بویناک دارند، و تمام آن کسانی که لباس هاشون بوی میکند، بدن هاشون بوی میکند، و تمام آن جوانهایی که امروز زیر کشهاشون چندگی نیست، جوانها و موی سفیدهایی که روز جمعه غسل نمیکنین، وقتی شما به نماز جمعه می آیید ملائکه ها از شما نفرت دارن، آزار می یابند. یک کاری کنید که یک جورابه های پوشید که در همون جای پای تو دیگر یک برادر سجده کرده تواند. مسجدها باید جای پاکیزه باشند، جای تازه باشند. شما هم وقتی روز جمعه که می شود سحر همه اسراف ها در امروز راه دادگی هستین، همین 20 درم یک صابون چی است؟ یک بار نه 2 بار بدن هاتون خف کنید، تازه کنید، زیرای کشاتون تازه کنید، زیرا که هر چی اگر شما شویدم، لکن زیرای اگر زیر کشتون همون پشم ها که اگر وجود داشته باشد وای خواهی نخواهی وای بوی میکنه. تازه کردن وای سنت است.
اگر در پهلوی کدام شما از برادرهایی که همون جورب‌های بویناک دارن، اونها را شما میتوانید که با طریق اولا خبر دهید که برادر آخه این جورب تا بدر کن، از بوی بدی تو ما دیگر در این پهلوی تو نشسته نمیتوانیم. شما این در قادر هستین و این در حقوق هم دارین شما.